توجیکونا میپوشیم اقدامی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است که از اکسیه به عنعنه تبدیل یافته است، چرا که 6 سال باز برگزار گردیده تلقین کننده سنت‌های نیاگان در مثال لباس‌های ملی است. طبیعی است که بهار و نوروز با زنان زیباتر می‌شود، چرا که بانوان زیبای تاجیک در این ایام پیراهن ملی به بر کرده با طبیعت زیبا و آفتابی میهن جلوی دیگر زم می‌کنند. ما زن‌ها در این فصل بهار، در این فصل گل‌ها لباس اطلس، ادرس، چکن به بر می‌کنیم. امروز ما فخر می‌کنیم و شکرانه پیشوای ملت میکنیم که چکن ما جهانی شد. ما کوشش میکنیم که برای ترغیب و تشویق لباس ملی سهم خود را گذاریم. اکسیای توجیکونا میپوشیم نوبتی با اشتراک کارمندزنان ساحه‌های معارف و اگنته سقورته اجتماعی و نفقه و دانشگاه اسلامیانی تاجیکستان و روسیه برگزار گردیده. مکان اساسی تدبیر مذکور باغ فرهنگی و فراغتی الشری نواحی پایتخت انتخاب شده بود. این اقدام در حال روی دست گرفته شد که اطلس و ادرس، چکن و امثال اینها که مال ملت تاجیکان از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیدند و راه اندازی تدبیر مذکور نیز پیش از همه معرفی بیشتری عنعنه‌های نیاگان، احیای هنرهای دستی و بلند برداشتن معرفت لباسپوشی خصوصا میانی بانوان میباشد. با تشبث کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طی 6 سال می شود که عکس تاجیکانه میپوشیم در بین زنان و بانوان برگزار کرده می شود. مقصد از برگزاری عکس مذکور ترغیب و تشویق لباس ملی، ارج گذاشتن به فرهنگ ملی و از بین بردن تمایل بیگانه پرستی ارزیابی می‌گردد. عکس توجیکونا میپوشیم شروع از روزهای اول بهاری در تمام مناطق کشور جریان دارد. بنا به اطلاع مسئولین، تدبیر مذکور می‌باید در برابر دیگر چاره‌بینی‌های ترغیب کننده فرهنگ بای و غنی ملت، امثال فستیوال صدرنگ چکن گذرانیده می‌شود. هدف بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، فرهنگ و ادبیات، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و به این وسیله معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک می باشد.